به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه، سرحال و قبراق و سلامت باشید. در خدمت شما عزیزان هستیم با یک تکنیک دیگه از فتوشاپ و اون هم تغییر فیگور یا تغییر زاویه بدن یا حالا تصاویر کج با استفاده از ابزار یا منوی پاپت وارپ. دوستان ببینید، قبل از تصویر این شکلی بوده، بعدش اینجوری شده. خب حالا کار نداریم، دستاش رو میتونستیم در واقع باز بچرخونیم که خودش در واقع با همین روش انجام میشه. اما واسه انجام این کار ببینید قبل و بعد، واسه انجام این کار دوستان شما کافیه که از در واقع سوژه‌تون رو انتخاب کنید. من انتخاب میکنم و بعدش دوستان با کنترل جی از این لایه کپی میگیرید و بدون پس زمینه توی لایه جدید ایجادش میکنید. حالا برمیگردید توی لایه قبلی و برای مثال با استفاده از لاسو این رو انتخاب میکنید که از پس زمینه خودش جداش کنید. حالا راست کلیک میکنیم، فیل رو میزنیم کانتنت اویر باشه و اوکی میکنیم تا این تصویر از پس زمینه خودش جدا بشه. حالا کنترل دی رو میزنیم، جدا شده. ببینید اینجا جدا شده و دوستان میریم توی این لایه و از قسمت ادیت پاپت وارپ این رو انتخاب میکنیم. اینجا ببینید دقت کنید، من اینجا رو فیکس میکنم و اینجا هم کلیک میکنم. حالا کلید آلت رو میگیرم، ببینید یک حالت دایره‌ای اومد. شما میتونید به راحتی این رو به این شکل بچرخونید تا اونجایی که در واقع نیاز دارید. پس کلید آلت رو گرفتم و به این شکل چرخوندمش. شما میتونید برای مثال اگر بازوهای دیگه بود یا برای مثال آرنج زانو و جاهای دیگر رو هم میتونستید به این طریق بچرخونید، به شرط اینکه یه جای دیگه فیکسش کنید. حالا اوکی میکنیم و قبل و بعدش رو ما اینجا میتونیم ببینیم. البته که شما میتونید با پین گذاری دستش رو هم در واقع صاف کنید که این رو میذارم به عهده خودتون عزیزان. به سایت ما پیکسنت سر بزنید، از دوره های رایگان فتوشاپ ما، هوش مصنوعی و همچنین تکنیک های فتوشاپ نیز استفاده کنید. ممنونم که ما رو همراهی کردید. تا تکنیک بعدی، خدا نگهدار شما.